به نام خداوندی نهایت مهربان. سلام و احترامات زیاد. آمدید شریف بعد مذاکره بین امریکا و ایران در پاکستان نفت بسیار قیمتش بالا رفت و مذاکره هم نمیدونم از یک به توقف افتاده است. به گفته که 2 هفته باید که جنگ نشود. شاید که در آینده بازبینی کنند. این هم ما به امید هستیم انشالله. باز چی گفتنی هم که یک وزیر کارهای دفاعی اوگاندا باشد تهدید کرده است که ما با همراهی اسرائیل هستیم و 100,000 نیرو میفرستیم به اسرائیل برای به طرفداری اسرائیل به ضد ایران. خلاصه باز چی گفتنی هم که یک پاپی واتیکان گفته باشد که به گفتی ترامپ پرزیدنت امریکا که ایران حق و حقوق خودش رو دارد که بمب اتمی تیار کند. امریکا او را بسیار تحقیر کرد و سیاست کرد. باز امریکا گفت که بعدی این مذاکره که با وقوع پیوست برای ما فرقی ندارد. او شد نشد ما کاری خودمون را میکنیم و 400 کیلویی اورانی ایران رو باید ما گیریم از دستش و تنگه هرمز رو در اختیار ما باید سپاریم. خلاصه خیلی گپ و خوره ها. باز با سخنگوی سپاه پاسداران ایران همین اوگاندا رو بسیار تهدید کرده است که شما برای ما هیچ کس نیستید و راکت های شما رو به زمین حوال میکنند. شما را راکت های ما اکو وضعیت هم متشنج است. امریکا کشتیاش به نزدیکی تنگه هرمز یک آمدند با به قفا رفتند. بعضی همین متخصصان نو هم میگن نوهای امریکایی. حاضر تحلیل درست هم حاضر نیست. این یک پیشگویی که هوایی که مثلا مردم میگوید بین اسرائیل و ترکیه هم بسیار با دیگری تهدید کرده ایستادند. نامعلوم من همه فلاکت اگر که شود این دفعه در همین نیم جزیره عربستان با وجود میاد. مثلا نیم جزیره عربستان چند دولت را ایجاد در بر میگیرد. و همین خاطر ما دعا گوییم که به یک توافق برسند. خداوند تنجه امانی را بتیم. با همین شما را با خدا میسپاریم. لایک و ابونه شدن رو فراموش نکنید. سلامت باشید تا برنامه آینده.